خیلی هم حین کار فعالیت روزانه انرژیمون میاد پایین. پس برای اینکه انرژیمون بره بالا میریم چای یا قهوه میخوریم. قهوه اساساً انرژیمون رو سریعتر تامین میکنه. پس باید قهوه بخوریم که هم انرژیمون رو ببره بالا و هم بهترین باشه و به مرور زمان بدن اون آسیب نزنه. پیشنهاد ما به شما چیه؟ سوپر کافئین هیپو. چرا؟ چون ترکیب این قهوه از 30% عربیکا و 70% روبوستا هستش. درجه رست این قهوه مدیومه و یک ویژگی مهمی که قهوه‌های نسبت به قهوه‌های دیگه داره اونم اینه که تمامی دونهای خرابش کاملا جدا میشه، یعنی افکتاش کاملا جدا شده است و این باعث میشه که هم بهترین قهوه باشه و بهترین طعم قهوه رو ازش بگیرید. همکنون جهت ثبت سفارش میتونید به دایرکت و یا سایت قهوه هیپو مراجعه کنید. توی کامنت ها حتما بهم بگو چه قهوه‌ای میخوری که انرژیت میره بالا. خوشحال میشم که این ویدیو برای دوستات بفرستی. اگه سوالی یا نظری بود حتما برامون کامنت کن و اینکه شما